سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من دسکان هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با آموزش گرفتن سی پی رایگان. راستش من چند وقت پیش این باگو در واقع باگ که نیست، اینو خود اکتیویژن آورده، اینو میدونستم ولی فکر کردم دیگه برداشته شده چون قدیمی بود. شما اولین کاری که باید براش بکنید اینه که میاد یه اکانت میسازید و کارهایی که اول بازی میگه رو براش انجام میدید، مثل همه این کارهایی که من دارم انجام میدم. مچ رو استارت میکنید، اینجور چیزا. و بعد اینکه همه این کارها رو انجام دادید میایید تو لابی قسمت سیلز و میرید داخل. گو رو که میزنید این صفحه واسهتون باز میشه، رو همین اولی میزنید اینجا گو رو میزنیم و گتمو رو که بزنید یه سری مأموریت داره که روزهای 2-3 قفله. بعد 3 روز بیاید تو اکانت میتونید مأموریت های اون روزها رو هم ببینید. شما با انجام این کارا میتونید 60 سی پی به دست بیارید. البته گردونه میزنید به همین راحتی میتونید سی پی به دست بیارید و گردونه مورد علاقتون رو بزنید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. لایک و ساب یادت نره رفیق. دمت گرم.